درود بر تو دوست خوبم، به پارت دوم ایستایی یک و استاتیک خوش اومدی. خب قوانین نیوتن در واقع توی قسمت مقدمات بودیم، یادداشت بفرمایید. خب 3 تا قانون داریم: قانون اول، قانون دوم و قانون سوم نیوتن. خب قانون اول میگه که اگر به جسمی نیرو وارد نکنیم تا ابد همونجور سکون و در حالت ساکن باقی میمونه. بنویس. خب قانون دوم که خیلی خیلی مهم هست و ما باهاش کار میکنیم، یادداشت بفرمایید. میگوییم که اگر به جسمی به جرم 1 کیلوگرم نیرویی برابر با 1 نیوتن وارد بشه، اون جسم با شتاب 1 متر بر مجذور ثانیه به حرکت در میاد. و قانون سوم قانون عمل و عکس العمله. یه مشت بزنی به خودت نیرو برمیگرده.